امروز توسط نمایش اکنون باز به یک گوشه دیگری تاجیکستانی عزیز سفر خواهیم کرد. سفر امروزه ما به شهر کولابی باستانی راست می آید. البته شهر کولاب با یادگاری‌های تاریخی و هنرهای زیادی مردمانش شهرت دارد، ولی هر نفری به شهر کولاب می آید اولا با تماشا و زیارت آرامگاهی یکی از عالمان، فیلسوفان و شاعران بزرگ میر سید علی همدانی خواهد رفت. مجموعه تاریخی و فرهنگی میر سید علی همدانی. این مجموعه تاریخی و فرهنگی در مرکز شهر کولاب در جای خوشاب و هوای جاگیر است. اینجا می توانیم چند نکته دایر به شخصیت این مرد بزرگ حرف زنیم. میر سید ابن شهاب الدین محمد همدانی، معروف به صوفی میر کبیر شاه همدان، یکی از سیماهای نمایان افکار فلسفی خلق‌های آسیا میانه، ایران و هند و پاکستان می باشد. اکثریت تذکره‌نویسان سال تولد او را 713 هجری نشان دادند که آن به سال 1314 میلادی راست می‌آید. میر سید علی همدانی تعلیم ابتدایی را اولا در عائله در حضرت تقویش گرفته است و سپس از سن 12 سالگی روی به تصوف آورد. او در جریان تحصیل از اساسهای علم زمانش، فلسفه، اخلاق، ادبیات، گئوگرافیا، تاریخ، طب، نجوم، کلام، فقه و غیره بهره‌ور شده یکی از عالمان مشهور دور گردید. میر سید علی همدانی مدت 21 سال در سفر بوده قریب همه کشورهای اسلامی را سیر می‌کند. موافق تخمین محققان میر سید علی همدانی سال 786 هجری یا سال 1384 میلادی از دنیا می‌گذرد و جسد او را به واسطه کوهستان چرار به ختلان یعنی کولاب امروزه آورده به خاک می‌سپارند. خود آرامگاه به قطار انشاءات‌های عصرمیانگی داخل می شود. می گویند که در ابتدا آن شکل مقرری داشت و از آرامگاه ستون‌های چوبکاری شده 3 گنبد عبارت بوده، در آن فیلسوف و پیوندانش به خاک سپرده شدند. پس از سوء استقلال شدن تاجیکستان، این مکان با کلی سیمای خود را عوض کرد. محض با ابتکار پیشوای ملت در آموزش شخصیت، احوال و آثار میر سید علی همدانی و آباد و زیبا گرداندن آرامگاه او کارهای زیادی به سامان رسانده شد. تمام بنا از نوسازی گردیده امروز این مکان با سیمای خاص ظاهری دقت هر نفر را به خود جلب می‌کند. در نزد درآمدگاه مجموعه تاریخی و فرهنگی آثارخانه عمل می‌کند که در آن دایر به شخصیت، احوال و آثار، سفرهای این فیلسوف شناخته معلومات زیاده داده شده است. همزمان بازیاف‌های تاریخی از منطقه افشوده که در آثارخانه جای گیرند از تاریخ با این مکان دلالت می‌کنند. خلاصه امروز مجموعه تاریخی و فرهنگی میر سید علی همدانی
از جمله جایهای تماشاباب کشورمون است که دقت علاقمندان علم و ادب و دایره وسیع سیاحان را به خود جلب می‌کند.